رضا علیپورم به پای این سنگ نورد ایرانی نمیرسه. بهش میگن پادشاه بارفیکس جهان، چون یه تیکه چوب به نازکی 3 میلیمتر رو میچسبونه به دیوار و فقط با 2 تا انگشتش بارفیکس میزنه، انگار که هیچ جاذبه‌ای وجود نداره. ایشون رضا پولسنگیانی که رکورد 35 بار بارفیکس با یک انگشت در دست داره و بدون استراحت میتونه تا 4 دقیقه خودش از یک نوار 3 میلیمتری آویزون کنه و همزمان زیر خودش یه تخته میخ میذاره که حتی کماندوهای آمریکایی هم جرأت امتحان کردنشو ندارن. تو 20 سال گذشته جوری تمرین کرده که عضلات دستش از جلو بازوی خیلی بزرگتره و برای همین لقب قوی ترین چنگ دنیا رو بهش دادن. جالبه بدونیم که سنگ نوردی 5مین ورزش مرگبار جهانه و تمرکزی در حد یک شطرنج باز میخواد، وگرنه به راحتی جونت رو از دست میدی. تا میتونید این ویدیو رو لایک و ساب کنین که به دست خارجا برسه تا بدونم ما چه اسطوره‌هایی داریم. در ضمن اگر دنبال روش کسب درآمد با گوشت هستی، عدد 37 رو برام کامنت کن.